سلام. با یکی دیگه از ویدیوهای کوتاه کانال کدینگ نردی در خدمتون هستم. امروز میخواستم در ارتباط با یکی از پترن هایی که من زیاد میبینم برنامه‌نویسای ریاکت استفاده میکنن برای نمایش دادن کامپوننت ها در مورد اون با شما صحبت بکنم و یه روش های جایگزین رو هم ارائه بدم. همونجوری که تو این اسلاید میبینید یکی از رایج‌ترین روش ها برای سویچ کردن بین 2 تا 3 کامپوننت یا بیشتر این هستش که از یک سویچ استیتمنت ما استفاده میکنیم و بر اساس پراپی که ولیویی که به عنوان پراپ به این کامپوننت داده شده ما کامپوننت های مختلف رو میتونیم تصمیم بگیریم و برگردونیم. ولی در واقع به علت ماهیت تایپ اسکریپت و جاوا اسکریپت که فانکشن ها رو ما میتونیم به عنوان یک وریبل در نظر بگیریم، روش های دیگه هست که میتونیم ساده سازی بکنیم این پترن و الگو رو و یکی از اونها استفاده از در واقع به اصطلاح لوکاپ آبجکت ها هستن، آبجکت هایی که به اسم لوکاپ معروف هستن و شما میتونید با استفاده از یک آبجکتی شکل این که کلیدهای این آبجکت در واقع همین ولیویی هستش که اینجا شما دریافت میکنید و بر اساس این ولیو تصمیم میگیرید که کدوم کامپوننت رو برگردونید، که همونجوری که اینجا میبینید در واقع ما ولیو رو به عنوان کی استفاده کردیم و بر اساس هر وقت که مچ شد این کی، مثلا A شد، کامپوننت A رو در جواب این لوکاپ فرایند لوکاپ به ما برمیگردونه که معادل این کامپوننت در نظر میگیریم، که این به نظر من روش خیلی سرراست‌تر و بهتری هستش. همچنین شما میتونید با استفاده از روش قبلی پراپ رو هم اینجوری استفاده بکنید برای این کامپوننت و خود این پراپ ها به صورت اتوماتیک موقعی که این کامپوننت مچ میشه و انتخاب میشه، پراپ ها هم همراه با اون پاس داده میشن. و یا حتی روش های ساده تر دیگه هست که شما میتونید به صورت دیفالت یک کامپوننتتون رو معادل کامپوننت A در نظر بگیرید و هر وقت شرط B حادث شد شما میتونید کامپوننت رو اینجا تعویض کنید و سویچ کنید و در نهایت کامپوننت اصلی رو برگردونید. خیلی ممنون. این بود برای این ویدیوی این قسمت.